تو چند تا محور خیلی خاص علاقه‌مندیم کار کنیم که من خدمت شما عرض کردم. حالا خدمت آقای دکتر مطیع رو کاملا خدمتشون هماهنگیم و به راهنمایی ایشون الحمدلله تا این نقطه پیش رفتیم و همطور آقای دکتر جوکار که خب خیلی کمک کردن تو این حوزه‌های مختلف ما. یکیش بحث ارتباطات با دانشگاه مختلف، نه فقط در حد، یعنی ما سعی کردیم بچه‌های ما واقعا توی کار تیمی خیلی سنگین به تفاهم نامه منوط نکردن. حالا باز اگر آقای دکتر مطیع تایید کنن، ما سعی کردیم بعد از تفاهم نامه ارتباطمون رو عمیق کنیم و به این نتیجه برسونیم هر دو طرف احساس کنن که این گله‌ای که همه هیئت‌های خارجی که میان دانشگاهی یا میبینیمشون میگن که در ایران ما هر جا میریم با هر دانشگاهی ملاقات میکنیم، میان یه تفاهم با ما امضا میکنه و بعد رها میکنن میره و بعد اتفاق دیگری نمیفته. ما سعی کردیم این نقطه رو برسونیم به نقطه عملیاتی و یه سری پروژه هایی رو توش تعریف کنیم و خب البته تعبیری که شما فرمودین یه سازوکارها و یه نظام بوروکراتیک هم بالاخره داریم. مالات وزارت علوم و جای مختلف که اونها رو هم بالاخره باید طی کنیم و خب اون یه مقداری گاهن روند رو کند میکنه، ولی به هر حال به نظرم شرایط خوبی تو اوضاع بین المللمون وجود داره و داریم تلاشمون رو انشالله میکنیم که بتونیم درست مسیر رو طی کنیم. ما داشته‌های زیادی در سراسر کشور داریم. نمونهش فکر کنم همین ظرفیت‌های قابل توجهی که در دانشکده بین‌الملل اصفهان ما شاهدش بودیم. حتما در سایر واحدهای دانشگاهیمون هم کم و بیش شبیه همه این امکانات وجود داره. اگر ما بتوانیم تمام این امکانات رو در یک فرایند تعاملی با همدیگه به اشتراک بگذاریم و از ظرفیت‌های همدیگه و از تجارب همدیگه استفاده بکنیم، حتما دانشگاه آزاد اسلامی در وضعیت به مراتب بهتری قرار میگیره.